یک تحقیق تازه نشان داده است پولی که مهاجران به خانواده‌هایشان می‌فرستند منبع اساسی درآمد عائله‌های زیادی در تاجیکستان است و اگر این پول نباشد ممکن است زن و فرزند و والدان مهاجران گرسنه مانند. تحقیق سازمان بین‌المللی مهاجرت است که دوره‌ای انجام می‌شود و این بار از ماه می تا ایول امسال را در بر گرفته است. در این تحقیق آمده است که بسیاری از مهاجران تاجیک از نصف زیاد و یا 53% مزد کار و درآمدشان را به وطن و خانواده‌هایشان می‌فرستند. همکارم طاهر سفر این تحقیق را خلاصه کرد و قبل از برنامه از او اول درباره نتیجه‌های اساسی آن پرسیدم. آمار و اطلاعاتی که هنگام تحقیق به دست آمده است تصویر روشنی را از سهم مهاجران در زندگی روزمره مردم و همین گونه اقتصاد تاجیکستان نشان می‌دهد. 87% آنهایی که برای کار به خارج و البته به روسیه می‌روند گفتند که به خانه پول می‌فرستند. اکثریتشان هر ماه و بعضی‌ها وابسته به درآمدی که می‌یابند. تقریباً 75% مهاجران تاجیک 25% یا حصه زیادتری از مزد کارشان را به تاجیکستان می‌فرستادند تا خانواده‌هایشان پول برای خوردن و تحصیل فرزندان و معالجه بیماری داشته باشند. در این میان 37% یا تقریباً 40% مهاجران گفتند که بیشتر از نصف درآمدشان را به تاجیکستان می‌فرستند و آنچه را که ماند برای خود یعنی پول اجاره و خورد و خوراک صرف می‌کنند. این آمار بار دیگر ثابت می‌کند که پول مهاجران کاری نه تنها یک منبع درآمد بلکه وسیله اساسی زنده و یا امان ماندن از گرسنگی و تنگ دستی در تاجیکستان باقی می‌ماند. تحقیقات سازمان بین‌المللی مهاجرت در گذشته نشان داده است که قسمت پول زیادی که مهاجران تاجیک با کار و زحمت زیاد در ساختمان و دیگر جایها به دست می‌آورند به اصطلاح مردمی فقط برای شکم صرف می‌شده است. سوال دیگر از همکارم این بود که تا کجا پول مهاجران برای آینده دورتر خود آنها سرمایه گذاری می شود؟ برای مثال در تاجیکستان بیزنس خرد تشکیل کنند و پیش اهل خانواده کار و زندگی نمایند. واقعا منصبداران تاجیکستان اکثر وقت گفتند که میخواهند پولی که مهاجران میفرستند یا جمع میکنند برای صاحبکاری و تشکیل بیزنس خرد صرف شود، اما تحقیق واقعیت دیگر را نشان داده است. اکثریت مهاجران یا 93% آنهایی که سازمان بین‌المللی مهاجرت صحبت کرده است گفتند که با هدف دستگیری خانواده از جمله برای خرید مواد غذایی و تامین احتیاجات روزمره آنها پول می‌فرستادند. یک قسم دیگری پول مهاجران یعنی 57% برای معالجه، 47% برای پول تحصیل یگان دانشجو خرج می شده است. فقط 7% گفتند با هدف آن و برادر یا رفیق و نزدیکشان پول فرستادند که بیزنس یا تجارتی را شروع کنند. یعنی حصه بسیار کمی از پول مهاجران برای صاحبکاری و سرمایه گذاری به تجارت خرد صرف می شده است. سبب این را تحقیقات زیادی پیشینه هم معلوم کردند و آن هم محیط نامساعد تجارت در تاجیکستان است، قبیل رشوه‌خواری، تمجید مقامات در اداره‌های دولتی و رسمیات زیاد بوده است. دیگر اینکه خود مردمی که پایبند پول مهاجران هستند ذخیره کافی برای آغاز صاحبکاری ندارند و از این سبب مجبورند فقط احتیاجات اساسی خود را خانه گردانند، یعنی پولی را که مهاجران میفرستند برای شکم صرف کنند. در عموم از این گزارش برمی‌آید که هرچند پول مهاجران اقتصاد تاجیکستان را استوار نگه می‌دارد، ولی برای رشد استوار اقتصادی آن و بنیاد جایهای کاری ایلابگی به طور لازم مساعدت کرده نمی‌تواند. تشکر همکارم طاهر سفر بود که تحقیق نوی سازمان بین‌المللی مهاجرت را خلاصه کرد که آن بر اساس صحبت با بیشتر از 2000 مهاجر بازگشته و در 12 ناحیه کشور انجام شده است.